بهار سال 1904. ماجرای سامانتا تهیه شده توسط سایت اینترنتی ایران فیلم. همه چی از آخرین روز آوریل سال قبل شروع شد. من پیش مادر بزرگم در مانت بدفورد زندگی میکردم. مادر بزرگم مصمم بود تا از من یه بانوی متشخص بسازه. اما اون روز مهمترین کارم این بود که از دست همسایه مزاحم ادی رایلند فرار کنم. سامانتا! خیلی اگه بپرسن 3 4 تا چند تا میشه تو میگی 12 تا. 3 4 تا میشه 12 تا. ادی اگه دست از سرم بر نداری قلکتو پیدا میکنم و پولاتو میریزم توی رودخونه. خیلی‌تر از اینی که پیداش کنی. ادی رایلند توی ها؟ حالا نشونت میدم ادی رایلند. و همون روز بود که یه دوست تازه به اسم نلی اومالی پیدا کردم. اونا کیه؟ خدمتکارای جدیدمونن. اون بزرگترین ندیمه جدید منه. سنش برای ندیمه بودن کمه. شاید مادرش ندیمتونه. چقدر اینجا بزرگی پدر. درسته. دریاچه رو ببین. بیا بریم بریجیت. من خسته شدم پدر. میدونم زیاد طول نمیکشه. میدونم گرسنه‌ای جنی، اما یکم دیگه صبر کن. چقدر این کالسکه خوشگله مگه؟ آره خیلی خوشگله. بیا اینجا رو نشونت بدم چون میتونی ازش استفاده کنی. خیلی خوبه ممنونم. من خیلی گشنمه نلی، پس که غذا میخوری. نگاه کن نلی، اون یه تلوبه. وای نلی، دیدین چی کار کردین؟ اما من کاری نکردم. یه سنگ پرت کردی شیشه رو شکستی. الان میرم میگم مگه اینکه یه پری بهم بدی. آخه من که پول ندارم. اون یه سنتم بهت نمیده ادی رایلند. اگه بازم درد سر درست کنی به مامانت میگم که یه تیکه لباسشو برداشتی و برای بادبادک دم درست کردی. اوه من خیلی ترسیدم سامانتا. ادوارد باید یه کاری انجام بدی. ادوارد من منتظرتم. ممنونم خانم. من سامانتا، خونه بغلی زندگی میکنم. من نلی هستم. اینم جنی و اینم بریجیته. خوشبختم خانم. بهش اهمیت ندید. اما اگه بخوایم اینجا بمونیم اهمیت پیدا میکنه خانم. نلی دخترم بیایم بریم. شما به مدرسه مانت بدفورد میاین؟ شاید همگی توی یک کلاس باشین. من مدرسه نمیرم خانم، ما برای کار اومدیم. میتونم فردا ببینمه؟ بهتون گفتم که من باید کار کنم خانم. با مساحتی که این خونه داره کارم از صبح تا شب طول میکشه. سامانتا خدافظ نلی، خدافظ بریجیت، خدافظ جنی، خدافظ. این گلا به نظرتون چطوره؟ خیلی قشنگن. خانواده رایلند خدمتکارای جدید آوردن. یه پدر با 3 تا دختر، یکیشون هم همسن منه. سامانتا چرا جورابت پاره شده؟ مادر بزرگت ناراحت میشه، اصلا خوشش نمیاد. بله خانم هاپکینز. یادت نره دستاتو بشوری. بله خانم هاپکینز. سلام سامانتا. سلام مادر بزرگ مری. من مطمئنم تو حتما دلیل خوبی برای پارگی جورابت داری. خوردم زمین، معذرت میخوام.
تو که نمیدویدی درسته؟ وقتی زمین خوردم نه. عجله کار بیهوده‌ایه سامانتا. بله مادر بزرگ مری. میدونستین 3 تا دختر اومدن. عزیزم موقع صرف چای تعریف کن. تمرینتو شروع کن. 3 تا دختر اومدن تو همسایگی ما میدونی. سامانتا لطفاً شروع کن. نامه های بعد از ظهر خانم. ممنونم جسی. لطفاً بذارشون رو میز. از طرف دایگارد نامه نیومده؟ بعداً نامه هاتو باز کن عزیزم. روزی که قول داده بود میاد. نکن از کشتی جا بمونه. سامانتا خواهش میکنم. باید تمرینتو تموم کنی. سلام خانم. لطفاً به من نگو خانم. نگم تو دردسر میافتم خانم. شما قبلا کجا بودین؟ منظورم قبل از اومدن به اینجا. ما نیویورک بودیم. دایگارد منم نیویورک زندگی میکنه. ما اونجا تو کارخونه کار میکردیم. تو کارخونه کار میکردی؟ بله، اما پدرم فکر از زندگی تو روستا برامون خیلی بهتره. مادرتون؟ اون از دنیا رفته خانم. زمستون پارسال. اگه تو مدرسه نمیری میخوای چند تا از کتابای منو قرض بگیری؟ هیچ فایده ای نداره خانم، مگه اینکه همش عکس باشه. مادرم میخواست به ما سواد یاد بده ولی من میتونم یادت بدم. هر روز کنار نرده ها. کاش میتونستم خانم. تو میتونی کاراتم همراه خودت بیاری، مثل رفو کردن، بافتنی. نمیتونی؟ چون یه وقتی باید استراحت کنی. خب منم پیشت میشینم. با سواد شدن سخت نیست. متشکرم جسی. بذارش روی میز لطفاً. جسی؟ بله خانم. تو وقتی خدمتکار شدی یادت چند سالت بود؟ چیز دیگه لازم ندارین خانم؟ نه ممنونم جسی، کاری ندارم. سامانتا. بله. ما درباره مسائل خصوصی با خدمتکارا حرف نمیزنیم. اما تو آشپزخونه از همه چی حرف میزنیم. اینجا آشپزخونه نیست. راز آرامش در این خونه اینه که هر کسی جایگاه خودشو به خوبی میدونه. متوجه شدی؟ بله مادر بزرگ مری. خوبه. از کار گلدوزی خوشت میاد؟ بله مادر بزرگ مری. پس مطمئنم دلت نمیخواد اون بستره که برات فرستاده شده باز کنی. از طرف دایگارده. چطور قبل از خودش رسیده؟ اون 3 هفته دیگه میاد. این چیه؟ یه دوربینه. نوشته اسلاید اولو بذارین و ببینین الان کجاست. اسلاید خدایا، پاریسه. برج ایفل. انگار که واقعا اونجا هستیم. دایگارد همیشه بهترین هدیه ها رو برای من میفرسته. میدونی اون قرار ماه جولای منو یه هفته به نمایشگاه سنت لوئیس ببره. میریم معبد و مجسمه ها و مناظر دیدنی رو تماشا میکنیم. هر روزم پشمک و کره بادوم زمینی میخوریم. از بادوم زمینی هم کره میگیرن. دایگارد که اینطوری میگه. میشه بگی پشمک دیگه چیه؟ دایگارد میگه از شکر صورتی درست میشه که به یه چوب چسبیده. دایگارد بهترین کسیه که من میشناسم. یعنی از پدر مادرت هم بهتره؟ من حرف بدی زدم؟ فکر کنم بهتره دیگه درسمون رو شروع کنیم. اگه ناراحتتون کردم معذرت میخوام خانم. پدر و مادرم از دنیا رفتن، مثل مادر تو، با این فرق که توی حادثه توی رودخونه. هر دوشون؟
خیلی وحشتناکه. نمیدونستم اگه پدرم نبود چی کار میکردم. میخوای اونا رو ببینی؟ آره. چه خوب عکسشونو داری. اینجوری همیشه باهاتن. مادرم برام لالایی میخوند. گاهی وقتا سعی میکنم صداشو به خاطر بیارم، ولی همیشه محو میشه. میدونم. کاش میتونستم از مامان بزرگ مری بپرسم. وقتی از مادرم حرف میزنم خیلی ناراحت میشه. حق با توی، اونا پیشم. خوشحالم که اومدی اینجا نلی. ما دوستای خوبی برای هم میشیم. من تا حالا به غیر از خانوادم دوستی نداشتم. حالا دیگه نلی و مالی دوستیم تا ابد. تا ابد. بیا. خب بذار ببینم. کتاب، خرس، میز. صدای ای رو درست تلفظ کن. مثل میز، میروم، میخواهم، میآیم، مینشینم. اونجا یه گربه از خودرازی داشت میکرد بازی. سگ کوچولو بهش گفت سلام، چه گربه نازی. اقا تکون نخور جنی. بریجیت، تو داری بهش سخت میگیری. یواشتر بپیچ. حالا دستاتو باز کن. خیلی خوب شد جنی. چرا جنی کم حرف میزنه؟ از وقتی مادرمون مرد اینطوری شد. قبلش زیاد حرف میزد؟ یکم. تو خواب زیاد حرف میزد. به نظر کار جالبیه. راست میگی؟ میشه امتحان کنم؟ بده من خاک قالی رو میگیرم، تو بخون. باشه. گربه داشت میکرد بازی. خوبه، ادامه بده. سگ کوچولو بهش گفت چه گربه نازی. چه گربه نازی. نازی. موفق شدیم بالاخره قالی رو بکشیم؟ ببخشید آقای آمالی، همش تقصیر من. اصلا اشکالی نداره. کارت اینجا تموم شد؟ تمومه پدر. خوب، آفرین. برو تو خونه خانم رایلند دنبالت می‌گرده. تا فردا سامانتا. تا فردا. میخواستم ازت به خاطر لطفی که به نلی و دخترها داری تشکر کنم. نیازی به تشکر نیست آقا. نلی و خواهرش دوستای منن. توی گرده. اون توی گردمه. اون داییمه برگشته. خدافز آقای اومالی. خدافز. خدافز جنی. خدافز بریجیت. توی گردم اومده. خداحافظ. خیلی خوب، رسیدیم. فرشته کوچولوی من. خیلی دلم برات تنگ شده بود. منم خیلی دلم برات تنگ شده بود. هدیه‌ام به دستت رسید؟ بله، خیلی دوستش دارم. خیلی قشنگه. حالا من یه خبر خوشحال کننده بزرگتر برات دارم. خب چی هست؟ اگه بهت بگم هیجانش کم میشه. الان منو میبری گردش؟ اول میخوام با یه نفر آشنا بشی. خب اوضاع چطور است؟ همه چی عالی. سامانتا، با همسر من خانم پیت آشنا میشی؟ لطفا منو کارنلیا صدا کن. سلام. خب حالا میری؟ چند دسته صبر کن.
گارد میگه کتاب خوندن خیلی دوست داری سم. اسم من سامانتاست. خیلی خوب سامانتا. فکر کردم از این کتاب خوشت میاد. جادوگر شهر آز، دخترای نیویورکی عاشق این داستانن. ممنون. بیای بریم تو. مگه نگفتیم با هم میریم گردش؟ اول به مامان بزرگ مریت سلام کنیم. بیای بریم. مادر شما دوشیز پیت یادتونه؟ خیلی خوشحال شدم. حالتون چطوره دوشیز پیت؟ خیلی خوبم، متشکرم خانم ادواردز. گاردنر به من گفته بود موضوع ازدواج ما رو به شما اطلاع داده. میبینم که این کارو نکرده. من از غافلگیر کردن خوشم میاد. تو چی سامانتا؟ حتما خیلی سریع اتفاق افتاده و فرصتی براش وجود نداشته. خب فعلا خانم هاپکینز شما رو به اتاقتون راهنمایی میکنه. متشکرم. از این طرف خانم. متشکرم. گاردنر، از ازدواجت خوشحالم کردی، ولی کاش میگفتی با همسرت میای. من ازتون معذرت میخوام مادر. اب این برای شماست. خدای من. خیلی قشنگه. دریا سالار تازگی به دیدنتون نیومده؟ گاردنر. بذار ببینم، ما قرار بود که یه کاری الان انجام بدیم. چی؟ یادم نیست. ببخشید مادر. کجا دارین میرین؟ گاردنر. خب چطوره؟ کیف میکنی سم؟ ها؟ مونالیزا رو دیدی؟ بله مونالیزا رو دیدیم، تابلوی زیبایی بود. اما از یه چیز دیگه خیلی خوشمون اومد، یه سبک طراحی جدید به اسم امپرسیونیسم. بله. از نقاشی به نام مونه. تصور میکنم تو خیلی وقت در سفری. شرکتت بدون وجود تو چی کار میکنه؟ فکر کنم اصلا متوجه نبود من نشدم. نه. این چه حرفی گارد؟ معلومه متوجه شده. کورنلیاس که در نیویورک تحول به وجود آورده. چطوری؟ جلسات حق رأی برای زنان در تمام شهر برگزار. گارد زمان مناسبی برای این حرفا نیست. نمیفهمم زنها چه نیازی به رأی دادن دارن، چون در واقع زنای نسل من راههای بسیاری برای تغییر در تمام کارشون پیدا کردن، البته بدون نیاز به ایستادن مقابل تریبون. بله، اما اگه قرار باشه زنها از قوانینی که دولت‌ها تعیین میکنن پیروی کنن، نباید در انتخاب این قوانین دخالت داشته باشیم؟ به نظر من سامانتا هم به اندازه پسر همسایه در دولت حق انتخاب و نظر داره. آدای گارد، پس کی میخواین خبر خوبتون رو بگین؟ میخواستم صبر کنم شام تموم بشه. نکنه میخواین تو مانت بدفورد زندگی کنین؟ نه، ولی خبر خوبی دارم. کاملا برخلاف نظر عقلا، این بانوی محترم قبول کرد که با من ازدواج کنه. او گاردنر، این خبری که دادیم میدونین در حقیقت ما هاست که عقدمون ثبت شده و یه جشن عروسی خانوادگی میتونه همه چیزو تکمیل کنه. خب پس ما هم در این شادی شما شریک میشیم. من به شما تبریک میگم دای گارد. چون خانواده کورنیلیا خارج از کشورن، ما امیدوار هستیم که اجازه بدین جشن ازدواجمون رو اینجا برگزار کنیم. مادر، میتونیم تو گلخونه برگزار خیلی کنیم. اینجا قشنگه. آخر جولای باید خوب باشه. جولای؟ یعنی امسال؟ بله خب معلومه که امسال. نه اما چرا به این زودی؟ نمیخوام منتظر بمونم، برای جشن شادی نباید صبر کرد. میخوام که تو ساقدوشم باشی سامانتا. قبول میکنی؟ ولی اون خیلی کوچیکه. خواهرم همراه عروسه، دخترش هم گلا رو میاره، اما ساقدوش ندارم. نظرت چیه؟ بگو باشه. باش.
سامانتا. سامانتا. سلام. میدونم که از دستم ناراحتی. خب آخه دیگه نمیخوام چیزی تغییر کنه دایگارد. تو بیشتر از هر کسی در زندگی تغییر میدی، اما خودت میبینی که کورنیلیا دوست بسیار خوبی برات میشه. در واقع اگه مادرت هنوز زنده بود اونا بهترین دوستای هم میشدن. واقعا؟ بله، چون از خیلی جهات شبیه همن. مادر سرشار از شور زندگی، پر از هیجان و رمز و رازه. الان داره از اون بالا به همون میخنده. من میدونم داره ابروی پرپشت تو مسخره میکنه. تو از کجا میدونی؟ اون سر به سرت میذاش، خودش بهم گفت. بهش که فکر میکنم دلتنگش میشم. تو خیلی شبیه مادرت هستی. روحیه اونو داری. میدونی قدرت اراده و کنجکاویشو داری. آه، این چیه؟ اینجا نمایشگاه سنت لوئیسه. نه، قول داده بودم که ببرمت اونجا. منو ببخش. چطور میتونم جبران کنم؟ همش تقصیر اونه. نه سامانتا، کورنیلیا زن خیلی خوبیه. اون قوی و با محبت و عاشق بچه هست. یه خانواده جدید پیدا میکنی، بعدم منو فراموش میکنی. تو خانواده منی. تو همیشه دختر کوچولوی منی. اینجا. خیلی عالی بود سامانتا. ممنونم مامان بزرگ مری. مامان بزرگ مری، بله؟ شما کورنلیا رو دوست داری؟ من چه؟ معلومه که دوستش دارم سامانتا، چون اون همسر گاردنره و زندایی تو عضوی از خانواده ماست. با اینکه دوست داریم همه چی درست مثل قبل بمونه سامانتا، اما نمیشه. ما باید یاد بگیریم که تغییر رو با صبر و متانت بپذیریم. متوجه میشی؟ بله مامان بزرگ. او مقداری به پیتر یک قاشق غذاخوری قبل از خواب ولی فلاپسی و ماپسی و دمپنبه‌ای برای شام نان و شیر و تمشک خوردم. من که باورم نمیشه با این سرعت یاد گرفتی نلی. یادم پدرم این داستانو برام میخوند وقتی کوچیک بودم. پدرم میگفت باید اینو به بریجیت هم یاد بدم. سلام بچه‌ها. بهتره برم سر کارم. نمیشه یکم بیشتر بمونی؟ میخوام تصمیم بگیرم برای جشن چه کیکی انتخاب کنم. خیلی خوب، حالا از هر دوش بخورین و بگین کدوم مزهش بهتره، لیمویی یا وانیلی بادومی؟ من لیمویی رو دوست دارم، اما وانیلی بادومیشم خیلی خوشمزه است. شاید بهتر باشه دوباره امتحان کنیم. من میگم لیمویی. منم با اون موافقم. پس لیمویی. خیلی خوب، پس باید بقیهش رو بدم به سگا. نه خانم، کیک برای سگ اصلا خوب نیست چون دل درد میگیره. تازه ما سگم نداریم. درسته، یادم نبود. چطوری ببریمشون برای بریجیت و جنی؟ چه فکر خوبی. خیلی عالیه. ممنون بچه ها. این خانم اونقدرام بد نیست. شما برای جشن عروسیتون چی پوشیدین خانم ادوارد؟ تور بلژیکی. چه برازنده.
یادم دور تا دور دامنم مروارید دوزی شده بود و بین هر مروارید دونه های بلوری ریخته بودن و یه پاپیون بزرگ ساتن داشت درست بالای کمرم. یه پاپیون بزرگ؟ بعد نسینم بدونی اون موقع جدیدترین مد روز بود. از تورش برام بگی. تورم مثل آبشار از پشت سرم روی شونه‌ها می اومد. مادرم هم اونو پوشیده بود و مثل فرشته ها شده بود. بفرمایین پارچه لباس ساقدوش عروس. آی مامان بزرگ، ببینیم بنفش کم رنگه. رنگ مورد علاقه، قشنگترین رنگی که تو حاله دیدم. سامانتا خیلی دلش میخواد به سنت لوئیس بره، باید از دلش در بیاریم. میخواستم برای پاییز پیش ما بمونه. خودتون گفتین که خاله فرانسیس حالش بهتر نمیشه. این که نمیشه. شما تازه ازدواج کردین، حتما نمیخواین یه بچه تو دست و پاتون باشه. میتونه پیش ما در نیویورک بمونه. بذارین مسئولیت رو با هم به دوش بکشیم، فقط برای چند ماه. نلی خدای من چی شده؟ سعی کردم بخوابم اما وقتی حرفاشونو شنیدم نتونستم. مادر بزرگم و توی کارت میگفتن که میخوان منو بفرستن نیویورک. میدونی اونا راجع به من چی فکر میکنن؟ فکر میکنن مزاحمشونم. ببین چی شوری داری از سرما میلرزی؟ تو چند وقته که اومدی بیرون؟ خواهش میکنم از پیشم نره. الان نمیخوام تنها باشم. من فکر میکردم اینجا یه گاراژ قایقه. اینجا مخفیگاه منه. چقدر چیزای قشنگی اینجا هست. من و پدر مادرم قایقمون رو اینجا نگه میداشتیم، اما بعد از اینکه اونا از دنیا رفتن هیچ کس دیگه اینجا نمیاد. گاهی اوقات که به اینجا میام حس میکنم که اونا هنوز اینجا. اینجا میای چی کار میکنی؟ بیشتر کتاب میخونم یا آرزو میکنم. خب چه آرزویی میکنی؟ به حسم بستگی داره. گاهی وقت آرزو میکنم ادی رایلند بیره تو درخت. وقتی دیگه آرزو میکنم پدر و مادرم اینجا بودن. پدرم میگه فکر کردن به چیزی که نداری درست نیست، بهتره به چیزی که داری فکر کنی. اما هنوز آرزو میکنم مادرم رو ببینم. اگه برم نیویورک دلم برات تنگ میشه. میتونی هر روز برام نامه بنویسی. تو هم جوابمو میدی. اسم اون چیه؟ لیدیا. هم اسم مامانمه. تا حالا عروسکی به این قشنگی ندیدم. وقتی من از اینجا رفتم ازش مراقبت میکنی؟ داری جدی میگی؟ آره، جز بهترین دوستمونه دست کسی نمیسپارم. چیزی درباره ستاره ها میدونی؟ یکم. اون ستاره آرزو هست. بیا آرزو کنیم. ستاره روشن، ستاره درخشان، امشب تو را در آسمان میبینم. آرزو میکنم که آرزویم امشب برآورده شود. پیداتون کردم. همین الان از اینجا برو بیرون ادی. یه سکه بهم بده تا به کسی نگم. بگو چقدر بهت پول بدم که دیگه با من حرف نزنی. پیداشون کردم. من پیداشون کردم. فکر کردی چی کار میکنی دختری بی عقل؟ تمام در و همسایه دنبالت میگشتن. این کار تو اصلاً بخشودنی نیست. خدمتکارای خونه من نباید وارد ملک افراد دیگه بشن و حق ندارن با بچه های همسایه بازی کنن. خیلی متاسفم. نمیدونم چطور این اتفاق افتاد. تقصیر من بود خانم رایلند. یعنی همش تقصیر من بود.
نلی خواستم همراهم بیاد. با این حال خدمتکارای من باید همیشه رفتار درستی داشته باشن. دخترها قصد بدی نداشتن خانم رایلند. قول میدم دیگه چنین اتفاقی نیفته. خواهش میکنم اونو ببخشین خانم، اون کوچیکه و جایگاه خودش رو نمیدونه. خیلی معذرت میخوام خانم، من میدونستم نباید این کارو بکنم. اشکالی نداره نلی. مادر این چیه؟ عکسای لیدیا. دفتر خاطرات لیدیا. سامانتا. شاید چند ماهی در نیویورک برای سامانتا بد نباشه. میتونی از پسش بر بیای؟ بله میتونم. خب مامان بزرگ، یه خبر خیلی خوب برات دارم و اون اینه که دایگارد از تو دعوت کرده تا پاییز چند ماه همراه اون و کورنلیا در نیویورک زندگی کنی و تا زمانی که تو اونجایی فکر کردم از این فرصت استفاده کنم و به دیدن خاله فرانسیس برم. معذرت میخوام عکسای مامانمو تو گاراژ گذاشتم. این یه تنبیه نیست عزیزم. دیگه این کارو نمیکنم، قول میدم مامان بزرگ مری. گاهی وقتا فقط از دیگران یه خاطره برامون میمونه. برای همین باید این خاطرات رو در قلبمون نگه داریم. اگه جای مخصوصی برای خاطرات مادرت نداشتی، اون وقت ازت ناامید میشدم. اونم همین کارو کرده بود. یعنی اونه؟ یه بار یه بچه گربه به اسم میبل داشت. پشمالو و خاکستری بود با چشمای کاملا چپ. چشمای چپ؟ اون بچه گربه رو خیلی دوست داشت. یه روز میبل دیگه نیامد خونه. مادر تمام چیزای مورد علاقه میبل رو برد و تو گاراژ قایقی کنار دریاچه گذاشت. واقعا؟ درست مثل تو. تابستان سال 1904. سامانتا، خدای من. تا حالا لباسی به این قشنگی دیده بودین مامان بزرگ؟ واقعا خیلی زیبا. میخواستم برم بالا تا کورنلیا رو ببینم. با من میای؟ شبیه پریای قصه هاشه. بله مثل یه پرنسس. ببین یه چیزی برای تو بردم. این جواهرات سال هاست که در خانواده ما، حالا تو باید از اونها استفاده کنی. خواهش میکنم. من چقدر واقعا زیبا. خیلی ممنون. تو اجباری نیست که حتما استفاده کنی. توری سوخت خراب شد. معذرت میخوام خاله کورنلیا، از قصد کارو نکردم. اشکالی نداره آگاتا، ناراحت نباش. خیلی زیبا شدی. دوست دارین تور مادرمو بندازین؟ نمیتونم. قبول کن. خیلی قشنگه. از هر دوتون خیلی ممنونم. ممکنه کمکم کنی؟
شما گاردن ادوارد قبول میکنید این زن را به همسری قانونی خود بپذیرید و تا آخر عمر به فرمان پروردگار با پیمان مقدس ازدواج در کنار هم زندگی کنید؟ او را دوست بدارید، به وی احترام بگذارید و مایه آرامش او را فراهم کنید و پیوسته در غم و شادی او را به دیگران ترجیح داده و تا زمانی که زنده اید او را در کنار خود نگه دارید؟ قبول میکنم. و شما کورنلیا قبول میکنید این مرد را به همسری قانونی خود بپذیرید و تا آخر عمر و زندگی خود به فرمان پروردگار با پیمان مقدس ازدواج در کنار هم زندگی کنید، از او اطاعت و نگهداری کنید و در غم و شادی با او سهیم و دوستش بدارید و به وی احترام بگذارید و تا زمانی که زنده اید در کنارش بمانید؟ قبول میکنم. من برای شما آرزوی خوشبختی و شادی میکنم. آقا تو محکم بکش. ممنونم. بفرمایید توت فرنگی. ممنونم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. چه مراسم قشنگی داره. و داماد چه مرد خوبیه. همیشه میدونستم کورنلیا ازدواج موفقی میکنه. خیلی هم خوب نیست. منظور چیه؟ قراره تا عید سال نو خواهرزادش پیششون بمونه. کورنلیا یه بیچاره در کمتر از یه ماه بعد از ازدواجش یه بچه میاد تو زندگیش. ممنون. Goodbye, mother. ما یه ماه دیگه برمیگردیم و با هم یه عالمه ماجراجویی جدید شروع میکنیم. دست گلتو بنداز. هم حاضری؟ میخوام بدونی لطف خیلی بزرگی کردی که تور مادرتو به کورنلیا دادی سامانتا. به خاطر تو این کارو کردم. میدونم. خیلی مراسم خوبی بود. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ زیگو. خداحافظ. سامانتا بیا اینجا. ببین چی پیدا کردم. نه. آره قلک ادی رایلند. وقتی امروز صبح به زور از شیر فروش پول گرفتیدمش، بعد دنبالش کردم و بعدم مخفیگاهش رو پیدا کردم. توی چاه بود. حالا باش چی کار کنیم؟ یه جای خیلی خوب برش سراغ دارم. متشکرم. صبح بخیر. متشکرم. آمین. همه چی آماده است؟ بله عزیزم، همه چی رو بره. روزی 3 بار برات نامه می نویسم. من که دلم برات تنگ میشه. منم دلم برات تنگ میشه سامانتا پارکینگتون. قول میدی فراموشم نکنی؟ فراموشت کنم. قبل از اینکه بفهمی برمیگردم. بعد عیدای سال نو رو یکی بعد از دیگری با هم جشن میگیریم. وای خیلی عالی میشه. بهت قول میدم که حتی اون شهر بزرگم نمیتونه ما رو از هم دیگه جدا کنه. حالا میبینی.
نلی عزیزم، امروز من و دایی گارد و خاله کورنلیا برای گشت و گذار بیرون رفتیم. اول رفتیم میدون مدیسون و از ساختمون فوله را دیدیم. یه اسلاید برات فرستادم، الان بهش میگن اتوی تخت. مسخره نیست که اسم یه ساختمون اتو گذاشتن. اوه نلی عزیزم، آدمای زیادی با زبونای مختلف اینجا هستن. به زبونای مختلف حرف میزنن، فریاد میزنن و میخندن، به خاطری که گوشام درد میگیرن. خیابونا پر از کالسکه و اتومبیلن. بعضی وقتا نمیتونیم توی خیابون راه بریم. دایی گارد میگه قرار ماه دیگه یه قطار زیرزمینی افتتاح بشه. اسمش متروه. میشه در کمتر از 15 دقیقه از مرکز شهر به مزارع هارلم بریم. تصورشو بکن. راستی همونطور که گفتی پلوتو امتحان کردم، از بوش بیشتر از مزهش خوشم اومد. سلام. سلام. یه دونه لطفا. بفرمایید خانم. متشکرم آقا. خواهش میکنم. مدرسم خوب پیش میره، بدک نیست. میخوام یه شاگرد جدید رو بهتون معرفی کنم. سامانتا پارکینگتون از بخش مانت بتفورد پیش ما اومده که خب تغییر بزرگیه. درسته سامانتا؟ بله. میایی درباره زندگی در مانت بتفورد برامون بگی؟ خب اول اینکه مانت بتفورد برخلاف اسمش کوه نیست، پر از خونه و درخت و یه رودخونه است. کدوم رودخونه منظورته؟ حسه. آتون ببخشید. اشکالی نداره، همه وقتی یه جای جدید میریم دست باچه میشیم. این رودخونه اسمش هاتسونه، همون رودیه که از غرب منهتن میگذره. اگه تو پیشم بودی خیلی بیشتر خوش میگذشت. خیلی دلم برات تنگ شده نلی. لطفاً برام زودتر نامه بنویس. بهترین دوستت سامانتا. سامانتای عزیزم، ببخشین که زیاد برات نامه ننوشتم، چون پدرم سرما خورده بود و من مجبور بودم بیشتر کارا رو انجام بدم. خونه داییت باید خیلی قشنگ باشه، همه از سنگ مرمر، درست مثل خونه که پدرم در گران مرسی توش کار میکرد. منم دلم برات تنگ شده سامانتا، دلم میخواد زودتر برگردی. دوست همیشگی تو نلی. میدونی خانم باندرگارد یه دوش نصب کرده؟ چه لوکس پرست. یعنی مثل بارون؟ دقیقاً، با این تفاوت که توی خونه است، زیرش میستی و آب روت میریزه. به نظرم اختراع مسخره‌ایه. برای چی؟ زود خراب میشه، مطمئنم. خب باشه. تو هم یکی میخوای، یعنی شاید. حتما. از طرف مامان مریه، رفته به دیدن جناب دریا سالار. خب کجاش خنده داره؟ خب جناب دریا سالار سالی 2 بار از مادر خواستگاری میکنه، الان 12 سال. بی خود نبود که مادر فکر میکرد ما عجله کردیم. صبح بخیر بچه ها. صبح بخیر خانم استیونز. من امروزی خبر هیجان انگیز براتون دارم. مدرسه میخواد یه مسابقه سخنرانی برگزار کنه با عنوان پیشرفت در زندگی. میتونید به انتخاب خودتون یک موضوع انتخاب کنید، هر چیزی که مدرن و جدیده. بله ادا؟ میشه من درباره تلفن بنویسم؟ تلفن مثال خیلی خوبیه. کس دیگه ای سوالی داره؟ سامانتا؟ کارخونه ها. اینم فکر خوبیه. یک کارخونه به تنهایی میتونه کار مردم یک شهر رو در یک روز انجام بده. دربارش فکر کنین. بله اما من کارخونه داره، میشه منم دربارش بنویسم؟ همه میتونین درباره هر چی که دوست دارین بنویسین، اما فقط 12 سخنرانی انتخاب میشه و اونهایی که انتخاب میشن باید جلوی تمام مدرسه در جشن شب سال نو سخنرانی کنن. باید تا موقع مقرر سخنرانیاتون رو تحویل بدین.
زمان اون رسیده که روش‌های قدیمی رو تغییر بدیم. زنها باید رأی بدن. وقتش رسیده که هممون نظراتمون رو بگیم و در حمایت از این بحث خانم وینتراپ و خانم واندرگال یه گرد همایی صمیمانه در پارک میدان مادیسون سه‌شنبه هفته آینده تشکیل دادن. البته زنای 45 ایالت دیگه هم در همین روز گرد همایی برگزار میکنن. خیلی ممنون. از آشناییت خیلی خوشحال شدم سامانتا. منم از دیدنتون خوشحال شدم. وقتی جوونا در بحثای ما شرکت میکنن خیلی دلگرم میشیم. دلت میخواد یه روزی رأی بدی؟ مطمئن نیستم. نه. خب پس مجبور نیستی. درست میگم خانم واندرگارد؟ درسته، کاملا درسته. ما برای گرفتن حق رأی مبارزه میکنیم، نه ضرورت رأی دادن. شب بخیر سامانتا. شب بخیر. متشکرم. خداحافظ. ببخشید. خیلی خوش اومدین. ممنونم. شب بخیر. این وسایل با ماشین ها جایگزین میشوند. دویگارد. سلام فرشته کوچولوی من. امروز مدرسه چطور بود؟ خوب بود، ممنونم. دارم سخنرانیمو تمرین میکنم. دوست داریم بشنوید؟ البته. کارخانه ها مبنای پیشرفت صنعتی هستند. می توانند هر روز چیزهای جدید تولید کنند به اندازه همه در یک بار. برای هر کسی که دنبال کار می گردد هم شغل به وجود می آورند و هم تولید در کارخانه. آنها همچنین باعث راحت تر شدن کار کارگران و تولید انبوه می شوند. متشکرم. آفرین، عالی بود. نامه‌های بعد از ظهر. Hello, sweetheart. منم نامه دارم. یه کارت پستال از طرف مامان مری برای هممون اومده. هیچی از طرف نلی نیومده؟ نه، متاسفانه نه. چند هفته است که خبری ازش ندارم. یه نامه از مانت بدفورد از طرف خانم هاپکینز اومده. خب چی نوشته؟ خدای من. چیه؟ پدر نلی فوت شده از آنفولانزا. اوه نه، نلیه بیچاره. میتونم نامه رو ببینم؟ نوشته خانم رایلند اونا رو به یتیم خونه فرستاده توی نیویورک، خانه کلدراک. میدونین کجاست؟ نزدیکه. پیدا کردنش نباید سخت باشه. میشه به دیدنشون بریم دویگارد؟ نشونیشو پیدا میکنم و فردا سر راه کار یه سر به پرورشگاه میزنم. نلی عزیزم، همین الان خبر فوت پدرتو شنیدم. خیلی برای تو و خواهرات ناراحت شدم. همه ناراحت شدیم. دویگارد میخواد ترتیبی بده تا تو رو ببینم. خیلی زود میام اونجا. به محض اینکه تونستی برام نامه بنویس. دوستت سامانتا. دارم پیانو تمرین میکنم کورنلیا. اشکالی نداره بشینم اینجا و گوش کنم؟ Lovely, Samantha. میخوای کمکم کنی؟ دویگارد گفته شما اونو یاد مادرم میندازی. این حرف برای من یه تمجید خیلی قشنگه.
موهاش خوب یادمه. بوسم میکرد و شب به خیر میگفت، میریخت تو صورتم. نمیدونم چرا یه دفعه یاد این افتادم، اما از مرغ بدش میومد. مرغ؟ متنفر بود. It's Guard. Uncle Guard. Hello, ladies. Look at you two. I'd say I'm the luckiest man in New York. Would you? Did you find the orphanage? I did. Oh, wonderful. نلی چطور بود؟ خب نذاشتن ببینمش. منظورت چیه؟ بچه ها حق ندارن با افراد غیر از خانواده ملاقات کنن مگه اینکه بخوان به فرزندخوندگی بگیرن. این مسخره است. آخه چرا؟ خب هر مؤسسه قوانینی داره. باید راهی باشه که بتونم اونو ببینم. خانم و آقای واندرگالد کمک زیادی به تمام پرورشگاه‌های شهر کردن. ممکنه یکیشون کولدراک باشه. یه لحظه لطفاً. الو، ممکنه وصل کنی به منزل واندرگالد در خیابان 5؟ من خانم ادواردز هستم. تلفن کرده بودم، میخواستم خانم فراچی رو ببینم. متشکرم. منتظر باشین، میان خدمتتون. باید خانم ادواردز باشید. ما منتظر شما بودیم. خوشبختم خانم. خانم واندرگالد گفته بودن که شما تشریف میارین. ایشون خیلی از شما تعریف کردن. از شما هم همینطور خانم فراچی. خانم واندرگالد بزرگترین خیر ما هستن. امکانش هست اینجا رو ببینی؟ بله البته. لیلیان خیلی ممنونیم. ممنون. نانسی تو وایسا. من دلم میخواد. حرف نباشه. خانم مطمئنم شما اهمیت قانون رو برای این دخترها درک میکنید. فرمانبرداری، نظم و انضباط و تعلیم و تربیت. با این 3 ویژگی میتونن خانه و خانواده پیدا کنن. اینجا خوابگاه دخترای کوچکتره. همیشه اینقدر تعدادشون زیاده؟ تخت کافی برای این بچه ها نیست. 2 از دخترامون امروز میرن به یک خونه خوب و یک خانواده خوب. قراره بعداً یه جشن براشون بگیریم. و اینجا هم خوابگاه دخترای بزرگتره. 9 تا 16 ساله. میشه خواهرزادم میوه پخش کنه؟ بله البته. چه دختر خوب و مؤدبیه. متشکرم. خانم فراچی، میشه بگین شما چند تا دختر توی این خوابگاه دارین به طور تقریبی؟ خب تعداد بچه‌های ما دائم در حال کم و زیاد شدنه. سامانتا اینجا چی کار میکنی؟ توالت خوبه؟ خیلی رنگ پریده ای. دستاتو ببینم. بیا دستکش منو بپوش. جنی و بریجیتو طبقه پایین دیدی؟ حالشون خوب بود؟ یعنی تو نمیتونی اونا رو ببینی؟ اونا نمیذارن با هم بازی کنی. حتما با خودشون فکر میکنن من اونا رو ول کردم. نمیتونی اینجا بمونی. اصلا میذارم بیرون بیای؟ فقط وقتی آشغالا رو پشت در پشتی میذارم. هر روز حدود ساعت 4 بعد از ظهر. دیگه باید بچه‌ها بخوابن. سامانتا تو حاضری؟ بله. میام توی کوچه ساعت 4. حاضرم.
سبد دیگه برای چیه؟ برای لباسه. ولی جای لباس توی کمده. بله، اما برای لباسایی که دیگه نمیخوای. چرا لباسای کهنه منو میخوای؟ برای یه پرورشگاه. همه چی لازم دارم. کلاه، دستکش، جوراب، راستش هر چی که گرم باشه. اونجا زندانی هم. باید کمکشون کنی. شاید تو مجبور باشی. چند تا لباس کهنه دارم. دیگه اندازم نیستن. دستکشم دارم. فردا اونا رو میارم. ممنون. نقاشیات خیلی قشنگه. ممنونم. سلام خانم ادواردز. خانم فرانچی منتظرتون هست. خب یه کیک کدو و یکم خوراکیای دیگه برای بچه‌ها آوردم. میشه ببریمشون تو آشپزخونه؟ من خودم میبرم. دنبالم بیاین. من بیرون میمونم. باشه. نلی پیدام کردی. بیا یکم نون برات آوردم. لاش پنیره. ممنونم سامانتا. خانم فراچی گفته اگه دختر خوبی نباشم منو بیرون میکنه. یعنی چی؟ منو با قطار پرورشگاه به یه جای دور میفرسته تا یه خانواده منو به فرزندخوندگی بگیرن. خانم فراچی میگه دخترایی مثل من خیلی به درد مزارع میخورن. با جنی و برجیت؟ نه، اونا خیلی کوچیکن. اگه منو بفرسته دیگه نمیتونم اونا رو ببینم. او تو نمیتونی بری. شما ستا باید پیش هم دیگه باشی. باید فکر کنم چی کار کنیم. نمیذارم این اتفاق برات بیفته نلی. من نمیذارم. شنیدی گرترود؟ سامانتای ما از بین تمام دخترای کلاسشون انتخاب شده تا در برنامه ویژه سال نو سخنرانی کنه. این خیلی عالیه. تنها من نیستم، 12 نفریم. اینکه یکی از 12 نفر باشه خیلی عالیه سامانتا. It is a shame that Mother won't hear it. Then Grandmary will have the pleasure of hearing only Samantha when she returns. اونجا رو ببین. عالی شده. فوق‌العاده است. اولین عیدیه که با هم هستیم. ای کاش همه مردم مثل ما امشب همچین غذایی داشتن. فکر خیلی قشنگیه سامانتا. Shall we? Father, we thank thee for this food, for health and strength, and all things good. Amen. نلی زود باش، همه چی آماده است. باید عجله کنیم. چی؟ درباره چی حرف میزنی؟ ببین اگه الان نریم هرگز نمیتونیم بریم. کجا؟ پیش من. همتونم میخوام ببرم. چیه؟ من میترسم. نترس، چیزی نمیشه. برو بریجیت و جنی رو بیار. اونجا جلوی کمد لباسا میبینمتون. 5 دقیقه دیگه اونجا باشی. برو زود باش. جیلین ببین. بیاین بچه ها، باید همین الان بریم. برای چیه؟ اینا رو برای دخترها آوردم هدیه. خب معمولا با خالم میام. ایشون از دوستان صمیمی خانم واندرگارد هستن. میدونین ما میریم همیشه سبدا رو کنار کمد لباسا میذاریم. باشه پس برو. ممنونم. نلی کجایی؟ سامانتا. پول خیریه رو دوشنبه به حساب بریزم خانم فراچی. بدش، من خودم نگهش میدارم. اینجوری بهتره. بله خانم. قایم شی.
کی اونجاست؟ چی؟ فرار کنید! بیا بریجیت! وایسید! وایسید! کمک! جلوشون رو بگیرید! نذارید فرار کنن! وایسید! وایسید! زود باشید! تونتر! وایسا! دوست! بدو! زود باشید! تونتر! بیای! پلیس! کمک! یه نفر بچه هامونو با پول خیریه دزدید. همه پولا رو. بدو این تونتر! نلی بیا! بریجیت بودو زود باش! بدو جینی بدو! بریم بالا بالا. زود باشین زود باشین برو جینی برو. قضا! بریجیت یواشتر. اگه گیر بیفتم تو درد سر میافتیم. سامانتا و خانواده‌اش هم همین. نمیشه اینجا زندگی کنی؟ ما اموال عمومی هستیم. اینو خانم فراچی میگه. ما متعلق به اوناییم. به عموم؟ بله. و اگه کسی ما رو اینجا پیدا کنه باید ببره تحویلمون بده. برای همین باید آروم باشیم. حالا خوب فهمیدی؟ الان مشکلی نیست. غذا بخور. بوقلمون و تمشک و شیرینی هم هست. آرومتر جینی. لباسای خواب تمیز رو گذاشتم روی تخت. چجوری اینا رو آوردی این بالا؟ به گرترود گفتم برای خانواده نیازمنده و هست. خیلی قشنگ و گرمه. او نه برگشتن خونه. بعدن میام بالا. چطور میتونم ازت تشکر کنم؟ تو دوست منی. این وظیفه یه دوسته. سامانتا تمام بعد از ظهر خونه بوده. مطمئنین؟ سامانتا؟ بله. سوال دیگه ای ندارین؟ خدمتکارم بهم گفت که اون ساعتی پیش توی پرورشگاه من بوده. از اون لحظه چند تا از بچه‌ها گم شدن به همراه $200. شما منظورتون چیه؟ اگر بفهمم اون توی این ماجرا دست داشته حتما به مقامات گزارش میدم. حق ندارید اینجا ما رو تهدید کنید. روز خوش. من بهتون روز خوش گفتم. امیدوارم نفهمم. فکر میکنی میدونه؟ من نمیدونم. گفت میره پیش پلیس. گفت ما پولاشو برداشتیم. چه دروغ وحشتناکی. او سامانتا اصلا نمیخوام تو به خاطر من تو هیچ درد سری بیفتی. میرم یه کار پیدا میکنم. به محض اینکه کار پیدا بشه اون وقت ما از اینجا میریم. یه نفر بالاخره استخدامم میکنه. دلم برای پدرم تنگ شده. نگران نباش نلی. من نمیذارم هیچ اتفاقی برای هیچ کدومتون بیفته. بهت قول میدم. امروز گرترود یه مهمون داشت. خانم فراچی. خب چی میخواست؟ گفتمش مشکل خانم. اما به نظر سامانتای ما رو به دزدی متهم کرد. گارد باید یه کاری بکنیم. باید جلوی این زن رو بگیریم. مامان بزرگ عزیزم، سال نو نزدیکه و بی‌صبرانه منتظر دیدن شما هستم. من و کورنلیا داریم خودمون تزیین درخت عید رو انجام میدیم. شیرینی و کیک و میوه و حتی پودینگ آلو درست کردیم. البته فکر کنم یه جایی اشتباه کردیم.
الان نلی دیگه تو نیویورکه، بنابراین فقط دلم برای شما تنگ میشه. دوستتون دارم سامانتا. زمستان 1904. جنی این پایین چی کار میکنی؟ چیزی شده؟ چی شده؟ چیه؟ باشه باهات میام. بریجیت حالت خوبه؟ چقدر داغی خدای من. میدونی نلی کجا رفته؟ اون رفته دنبال کار؟ اون رفته اینجا؟ دخترهای جوان برای کارهای سبکی کارخانه. اسمتو تو اون لیست بنویس. اگه سواد نداری یه ضرب در بزن و پشت اونا تو صف وایسا. وای وای هی چه خبر شده؟ کمک کمک. اگه سوزن بشکنه از حقوق کم میکنم. نه خواهش میکنم. ساکت. وای ببین سوزن شکست. نه دیدی چی کار کردی؟ برو. بیا بریم الان یه نگاهی بهش میندازم. محکم بگیرش، محکم بگیر. خیلی خوب یه جای خالی داریم. بیا زود باش. آقا من دنبال دوستم میگردم. اینجا مهمونی و خاله بازی نیست. اگه بخوای دوستتو ببینی اول برو ته صف یا تا ساعت 7 صبر کن. نه آقا نمیتونم صبر کنم چون یه کار فوری دارم. اونجاست. هی نلی زود باش بیا. هی اگه از پشت چرخ بلند شی کارت از دست میدی. این قانون اینجا. بریجیت مریضه. بیا دیگه. تصمیم بگیر دختر جون. الان بذاری بری دیگه نمیتونی برگردی. خیلی خوب یه جای خالی داریم. نفر بعد. تو چرا به من نگفتی کارگرای کارخونه چجوریه؟ تا زمانی که مردم لباساشو برسه نمیخوان بدونن این لباسا چجوری درست میشن. یعنی تمام کارخونه ها اینجوریه؟ تمام اونایی که من دیدم. خیلی نگرانم سامانتا. نمیخوام بریجیتم از دست بدم. خیلی خوب بیا بدوی. خیلی تب داره سامانتا. تا حالا انقدر بدحال ندیده بودمش. تقصیر منه که رفتم. اینجا هوا خیلی سرده. سلام فرشته کوچولو. روز بزرگ نزدیکه مگه نه؟
سخنرانی در چه حاله؟ استراب داری؟ من که بی صبرانه منتظر شنیدنش هستم. باید باهاتون صحبت کنم، با هر دوتون. خب گوش میکنیم. من یه کار اشتباه انجام دادم و کمک لازم دارم. مربوط به بریجیت، خواهر نلی. مریضه. اون طبقه بالاست. طبقه بالا؟ تاب باعث شده بدنش خشک بشه. اصلا نباید از جاش تکون بخوره، فقط تا چند هفته، تا اینکه ضعفش از بین بره. چشم آقای دکتر. حالش بهتره؟ هنوز نه. تا زمانی که بیمار خوب بشه باید دخترها اینجا بمونن. من صبح برمیگردم تا یه سری بهش بزنم. متشکرم دکتر. شما رو همراهی میکنم. گرترود یه تخت براتون تو اتاق سامانتا گذاشته، بریم بالا. من پیش بریجیت میمونم. سامانتا ما رو آورد اینجا تا منو بدون خواهرم سوار قطار پرورشگاه نکنه. نباید افراد خانواده رو از هم جدا کنن. خانم اونا خیلی کارو میکنن که نباید انجام بدن. شب بخیر. از لطفتون خیلی ممنونیم. شب بخیر نلی. شب بخیر نلی. شب بخیر جنی. گرترود. شب بخیر جنی. شب بخیر نلی. معذرت میخوام دایگارد. خاله کورنلیا. تو نباید قانون رو زیر پا بذاری سامانتا، حتی وقتی فکر میکنی قانون ناعادلانه. ولی من چاره ای نداشتم. همیشه میتونی بر راه چاره بیای پیش من، خودت هم میدونی. شما حتی نمیخواین من اینجا باشم. چرا شما 3 دختر دیگر رو که با شما نسبتی ندارم بپذیرین؟ کی گفته ما نمیخوایم تو اینجا باشی؟ دوستای خاله کورنلیا. دوستای من؟ تو جشن عروسی اونا به هم گفتن خجالت آوره که من دارم میام اینجا. سامانتا حتی یه لحظه هم نباید فکر کنی این حس منه. اونا حسود، بدجنس و خیلی بدبختن. تو جزو خانواده منی و میخوام که اینجا باشی. درست خاله کورنلیا. کسی از ما به پول خانم فرچی دست نزده. بله میدونیم. لطفا نذارین نلی برگرده اونجا. اونا نمیتونن برگردن اونجا. چاره ای نداریم سامانتا. ما باید به پلیس خبر بدیم که اونا اینجا هستن. نه. چای میل دارین؟ نه متشکرم. خلاصه میگم قبل از اینکه چیزی بگیم میخواستم بگم ما قصد نداریم از سامانتا پارکینگتون شکایت کنیم تا زمانی که پولی رو که برداشته پس اما اون میگه بر نداشته. با نزدیک شدن شب سال نو مجبوریم دوباره به خیرین سخاوتمند از جمله شما زحمت بدیم، چون نمیخوایم بچه ها رو دل سرد کنیم. نه ما هم نمیخوایم این اتفاق بیفته. برای همین خانم فرایچه شما رو اخراج میکنیم. چی کار میکنی؟ میدونین هیئت مدیره از اداره کردن شما در کولتراک ناراضی هستن. ما هرگز قصد نداشتیم هزینه‌های یک زندان رو بپردازیم، اما متاسفانه مدارکی به دست آوردیم که بودجه پرورشگاه در جاهای دیگه خرج میشه. شما که جدی نمیگی؟ چرا؟ کاملا جدی هستم. روز بخیر. کارخانه ها در زمان کم مقدار زیادی محصول تولید می کنند. کارخانه ها آینده درخشان صنعت رو می سازند. و 12مین سخنران ما سامانتا پارکینگتونه. به طور حتم هیچ کس با نوآوری مخالف نیست. هیچ کس با پیشرفت مخالف نیست. هیچ کس با دستگاهی که در کارخانه ها هستن و محصولاتی که تولید میکنن مخالف نیست. اما هیچ کس نباید با گفتن حقیقت هم مخالف باشه.
هفته پیش من به یه کارخانه رفتم و چیزی که دیدم با چیزی که شنیده بودم کاملا متفاوت بود. بچه‌های همسن و کوچیکتر از من از صبح خیلی زود تا بعد از تاریکی هوا کار میکردن. اونجا کثیف بود، اونجا سرد بود، نمیتونستن از اونجا بیان بیرون. اونا وقتی برای مدرسه رفتن ندارن و اونقدر خستن که نمیتونن بازی کنن. بچه‌ها در این جور جاها آسیب میبینن. من میدونم چون یکی خودم دیدم. اگه این کارخونه ها به بچه‌ها آسیب میرسونن پس اونا مایه پیشرفت نیستن و همینطور افتخار. این جملاتی نیست که در انشام نوشته بودم، ولی جملاتی هستن که باید میگفتم. بزرگترها باید خوب و مهربون باشن و وقتی بزرگترها خوب و مهربونن که از بچه‌ها مراقبت کنن. با کارخونه‌ای که در اونجا از بچه‌ها به این ترتیب کار میکشن باید کاملا مخالفت کرد و فکر راه چاره‌ای بود. متشکرم. عالی بود سامانتا. عالی، خیلی بهت افتخار میکنم. مامان بزرگ مری. شما اینجا بودی؟ اوه دلم براتون تنگ شده. منم دلم برات تنگ شده بود. شما میدونستین میان؟ میخواستیم غافلگیر بشی. سخنرانیت واقعا محشر بود. تو از کجا درباره کارخونه ها فهمیدی؟ به خاطر نلی بود، چون رفتم سر کار دنبالش. ببخشید، دریا سالار بیمس و یادته؟ از دیدن مجدد شما خوشحالم دریا سالار. سخنرانی خیلی زیبایی بود سامانتا. برای همینه که مادر بزرگت اینقدر درباره تو حرف میزنه. ببخشید سامانتا، این سخنرانی نبود که باش وارد مسابقه شدی؟ وقتی حقیقت رو دیدم عوضش کردم. به هر حال متاسفانه از مسابقه حذف شدی. حذف شد؟ به خاطر گفتن حقیقت؟ ولی اون منو متقاعد کرد و باید بهتون اطمینان بدم که داور بسیار سختگیری هستم. به عقیده من گفتن حقیقت مسئله دو طرف است. کسی که حقیقت رو بگه و کسی که اونو بشنوه. عذرخواهی میکنم. میخوام این سخنرانی رو در انجمن زنانم انجام بدی سامانتا. ما خیلی بهت افتخار میکنیم. چه حسی داری سامانتا؟ به نظرم گرترود خیلی کار میکنه، خسته است، برای همین انقدر کند کار میکنه. کند؟ اون کمک لازم داره. کورنلیا، تو یه طغیانگر تربیت کردی. به هر حال خونه خیلی بزرگه، کارش برای خدمتکار واقعا زیاده. و حالا چند تا خدمتکار لازم دارین؟ 3 نفر که باعث به گرترود میشن 4. تازه اگه من بخوام بیشتر به دیدنتون بیام. منظور چیه بیایی؟ به خدمتکار بیشتری احتیاج داریم. من خیلی ریخت و پاش دارم. سامانتا، من و کورنلیا امیدوار بودیم بیایی برای همیشه پیش ما بمونی و از پیش ما نری. یعنی برای همیشه مانت بتفورد رو ترک کنم؟ اما مامان بزرگ چی؟ من نمیخوام اون تنها باشه. تنها نیست. برای اینکه مامان بزرگ مرید بالاخره تصمیم گرفت که بله پیشنهاد ازدواج دریا سالار رو قبول کرد. و برای همین از تو میخوایم که بیای پیش ما بمونی. نظر چیه سامانتا؟ ما رو قبول میکنی؟ قبول کنم؟ بله. متشکرم. بفرمایین. چقدر قشنگه سامانتا. مامان بزرگ مری. کی اینجوری تزیین کرده؟ من خانوم و با کمی کمک. Prettiest tree I've ever seen. حتما خیلی خسته شدی. بهتر استراحت کنی. جدی میگم. انرژی تو هدر نده. میشه کادوها رو باز کنی؟ الان نه. نه باید تا فردا صبر کن. نه تو. Can start working on your notes to Santa. And توی آشپزخونه شیرکاکائو گرم داریم. گرترود؟ بله. Uncle Guard,
Does Santa know that Nellie and her sisters are here? Believe me, Samantha. Santa knows everything. Oh, just a moment. Let me get the notes for Santa. The notes. Nellie and Jenny, yes? What do you want to do, Bridget? It's too soon. Okay. Girls, milk for Santa. I imagine he'll be very thirsty. Yes. اینا چیان؟ برای پرورشگاهن. چقدرم زیادن. این که چیزی نیست. کورنلیا ترتیب جشن بزرگ فردا رو داده. تقریبا نصف مردم شهر کلی غذا و پول و لباس فرستادن. میتونم کمک کنم؟ البته. من که اصلا باورم نمیشه ما اینجاییم. خیلی خوبه که پیش هم هستیم نلی. این بهترین عید سال نوی منه. نمیدونم ما عیدای سال نوی بعد کجا هستیم. بیا با هم آرزو کنیم. خدای بزرگ آرزوی بچه‌های کوچیکو برآورده میکنه. حالا آرزو کن نلی. چشماتو محکم ببند. بعد از صمیم قلب یه آرزو بکن. دلم آرزو میکنم سامانتا. دلم آرزو میکنه. سال نو مبارک بریجیت. سال نو مبارک. سال نو مبارک. سلام بریجیت. بگو حالت چطوره؟ گرسنمه. بریم سال نو رو جشن بگیریم. بریم. صبر کنین. قبل از اینکه واسه چیزی براتون آورده جیغ بزنیم میخواستم یه چیزی بگم. There's something we need to tell you. Uncle Guard? سامانتا ازمون خواسته بذاریم شما ستا اینجا خدمتکار بشین. بله آقا، خیلی کار میکنیم از صبح تا شب آقا. اما ما خدمتکار لازم نداریم. با این حال سامانتا برای همیشه با ما زندگی میکنه. اون به چیزی احتیاج داره که ما میخوایم بهش بدیم. اون به 3 خواهر نیاز داره. اما نه هر کسی. اون به شما احتیاج داره. همتون نظرتون چیه؟ بله ما خواهر میشیم سامانتا. من و خاله کورنلیا میخوایم هر 4 تاتون دخترای ما باشیم. تو همین خونه زندگی کنیم و یه خانواده خوشبخت باشیم. دوست داری بریجیت؟ بله. جنی میگه بله آقا. اون حرف زد. آفرین دخترم. سال نو مبارک. This one's for you. There you go. And Merry Christmas. دلم میخواد چهرهای خندونشونو ببینم. سال نو مبارک. سال نو مبارک. عالیه بچه ها بیان. سال نو مبارک. اینم شما ببرید. بفرمایید. اینم برای شما. بیا جلو عزیزم. سال نو سامانتا. یعنی داریم خواب میبینیم؟ اگه یه خوابه امیدوارم هرگز بیدار نشیم. پایان. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید.